دین محمد 46 ولایت ما کابل ولسوالی ما قره‌باغ فعلا کاز خانه ما خانه خیلی خانه سال دوم است که دیگه من ایفای وظیفه میکنم نجاری معاش من بگیرم 300 یورو معاش افغانی فهمیدی؟ میاد در ملت تاجیک هستیم ملت ما تاجک پدر پشتون مادر تاجک سکونت اصلی ولایت ما شمالی ولایت ما کابل هم قریه و باغ زندگی ما در قره‌باغ 20-25 سال بشه تقریبا دیگه در خیرخانه ما سکونت میکنیم خیرخانه اینا دیگه روز 25 سال اینجا بود تقریبا دیگه 15 سال در 5 سال از رژیم کمونیستا 25 سال در 25 سال در اینجا بسیار ظلم ناروایی که در افغانستان نبود سری مردم که چیز ظلمی که بود نبود روسا به افغانستان کرد با مردم ملت بیچاره مردم بیچاره بعد از این روسا برآمدن اینا یک 5 سال دیگه در دوچار مشکلات دیگه گرفتار شدیم به نام طالب جنگ شد که قدر در بدری خاک بسری خانه از بین رفت ملک از بین رفت زندگی از بین رفت جوانا کشته شد پیرها از بین رفت تمام مردم در بدر خاک بسر شدن اینا 4 سال شده تقریبا آیساف آمدن زندگی آرام زندگی خود پیش میبریم آمدن آیساف خصوصا که اینجا آمدیم خودم دیگه راحت هستم ماشه که من بگیرم 300 یورو زندگی روزمره من خوب پیش میره اینی گفتنیم است بس از سابق که افغانستان فعلا بسیار خوب است فعلا آمدن آیساف وضع امنیتیش وضع اقتصادش فرهنگ و کلتور مردم بسیار خوبش پیش میره بسیار خوبش تیگه دیری بس تو طالبان اندار افغانستان دوره افغانستان میاکازا فلمیان نو میاکازا سیدری بس نه منجاتو نه نان و نه او نه کار نه با نه غریبی هیچ کاری نبود بلکل بیکاری بیکاری در خانه یک دوکانه کرده بودیم خورده فروشی اونم در روز خاطر میکنیم مثلا نه تفنگ نداشتم تقریبا سال 95 آمدم فکر میکنم تو شد 95 سال 95 در افغانستان آمدم سال 2000 پس رفتم طرف از بین رفتم دیگه خلاص که کجا رفتم از بین رفتم سال 2000 اسپیزات بله خاندار هستم صاحب 3 طفل هستم یکی بچه بسند تقریبا دیگه 8 ساله 2 دختر 5 ساله و کپشو 3 فلر 2 دختر یکیش تقریبا 6 ساله است یکیش 4 ساله هر 3 مکتب میخوانن اسکول مکتب میخوانن دیگه گفتنی می‌بینیم خب کجا کار بگیریم دمیجا کار بگیریم بس 2 سال شده که میجا کار بگیریم بس برکت ایتالیا از این مردم ما خوش هستیم راضی هستیم از مردم ایتالیا خوب مردم هستن باشد دوست مردم هستن به خاطر خدمت به مردم ملت بیچاره رنگریزی افغانستان اینجا آمده مردم ایتالیا خوش هستیم از پیشا تو میشه میگن نه تیر شده رو میگن انقلاب در می زندگی خود تقریبا 46 سال یک 10 سالش خوبش دیگه تمامش دیگه رنج تکلیف جنگ زدن بیرانی رو خانواده‌اش در بالری تیر کردیم